چطور با موجودی کیف پول اوزان سوشال خودم از فروشگاه‌های افق کوروش خرید کنم؟ در هر کدوم از فروشگاه‌های افق کوروش در سرتاسر کشور کالاهای مورد نظرتون رو برداشته و به صندوق فروشگاه مراجعه کنید. به صندوقدار بگید که قصد دارید با اوزان کارت پرداخت خودتون رو انجام بدید. شما چند روش مختلف برای پرداخت با اوزان کارت دارید. در روش اول که در شعب منتخب فروشگاه‌های افق کوروش ممکنه، میتونید کارت فیزیکی اوزان کارت رو با دستگاه کارتخوان ویژه اوزان تماس بدید و رمز خودتون رو وارد کنید. در روش دوم، صندوقدار شماره موبایل شما رو دریافت میکنه و یک رمز یک بار مصرف براتون پیامک میشه. رمز یک بار مصرف دریافتی رو برای صندوقدار بخونید تا موجودی اوزان کارت شما از فاکتور کسر بشه. اگر مبلغ فاکتور بیشتر از موجودی اوزان کارت شما باشه، ما به تفاوت رو پرداخت میکنیم.